آقا سلام خدمت همه دوستان عزیز، امیدوارم که هر جا هستیم موفق باشین. ما هایوی 3 هستیم. یه نکته خیلی مهم توی هایوی در واقع توی بزرگراهای کانادا اینه که یه جایی هستش که خیلی سرازیری شدیده، مثل اینجا. اینا شما قبلش باید حتما ترمزاتون رو چک بکنین، بریک چک بکنین و همینطور اینجا توی در واقع ایلاک یا همون الکترونیک ساعتتون اینجا هم حتما باید روی گزینه آن دیوتی برین و بریک چک بکنین. یه قسمتی داره اینجا به اسم بریک چک، اون رو فعال میکنین، اینجوری رپورت میفرسته برای در واقع ریپورت میفرسته برای پلیس که اگر یه موقعی جلوی شما رو گرفتن اونا میتونن نگاه کنن که شما توی بریک چک رو وایستادید. در حد 1-2 دقیقه فکر میکنم کفایت کنه براش که شما بخواید بریک چک انجام بدین، ولی حتما مطمئن بشین که ترمزاتون کار میکنه. اینجوری خیلی بهتره. توی سرازیری دیگه شما خیالتون از بابت این راحتی که ترمزا کار میکنه و مشکلی نداره. یه روش رفتن پایین از سرازیری همینه که شما منوال میذارین ماشین اتوماتو، جی بریک رو حالت 3، دنده بین 8 تا 9. حالا بستگی داره به برف و این داستانا، ولی معمولا بین 7 تا 8 تا 9 دنده قرار میگیره و به سلامت میریم پایین. امیدوارم که از این اطلاعاتی که بهتون میدم در واقع به کارتون بیاد و دوست داشته باشید. آقا خدا برکت.